Дорогие друзья, раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар нахустин изҳороти оммавии худ пас аз поёни шӯриши кӯтоҳмуддат дар кишвараш дар охири ҳафта ошӯби мусаллаҳонаи зархариди Вагнерро маҳкум кард. ӯ ҳамзамон гуфт огоҳона барои 24 соат идома ёфтани ошӯб иҷоза додааст, то аз хунрезӣ ҷилавгирӣ шавад ва бо ин ваҳдати миллиро таҳким бахшид. Это гражданская солидарность. این همراهی مردمی نشان داد که همه گونه تهدید، هر کوشش ایجاد ناآرامی‌های داخلی ناکام می شود. ما شاهد متحدی بزرگ جامعه شدیم. پوتین اقرار نمود که آشوبی آخری هفته گذشته باعث خونریزی شد و در این کار گروه واگنر را ابدار کرد. Однако организаторы мятежа آنها با خیانت به وطن به خلق خود خیانت کردند. به نفرانی که آنها را به جنایت تله کردند خیانت کردند. دروغ میگفتند، آنها را به مرگ به آتش تله میدادند تا مردم خود را کشند. دشمنان روسیه ملتگرایان در کیف، خواجگان غربی آنها و هر گونه خائنان ملی برادرکشی را میخواستند. آنها میخواستند سربازان روس همدیگر را بکشند. хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. چنین به نظر می رسد که این اظهارات تلویزیونی هدف کشیدن خط در زیر شورش بود که رهبران سرشماری غربی آن را همچون افشای آسیب پذیری پوتین پس از حمله به اوکراین ارزیابی نمودند. پیشتر از این روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت او با همپیمانهای کلیدی درباره شورش صحبت کرد تا مطمئن شود که همه پاسخها هماهنگ شده هستند. آنها با من راضی شدند که باید اطمینان داشته باشیم و به پوتین امکان بهانه را ندهیم. ما تاکید نمودیم که به پوتین یگان بهانه نداده ایم که در این غرب و ناتو عیبدار شود. ما واضح فرمودیم که در این کار دست نداریم. این بخشی از مبارزه در داخل نظام روسیه است. به قول جان کیربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید پیام بایدن را درباره دست نداشتن غرب به این آشوب مستقیما توسط راه‌های مختلف دیپلماتی به جانب روسیه رسانیدند. ما با روس‌ها در روزهای استراحت رابطه مستقیم و خوب داشتیم. امید داریم که می‌توانیم پیش رویم. بعد از حوادث روزهای استراحتی بها دادن به آنکه واگنر همچون گروه به کدام سمت حرکت می‌کند و یا پریگوژین از نگاه رهبریش تا کجا خواهد رفت خیلی بروقت است. یوگنی پریگوژین رهبری گروه واگنر گفت هدف از شورش که آن را مارش عدالت نامیده است برکنار نمودن فرماندهان فسادزده و ناتوانبین روسیه از جمله سرگئی شویگو وزیر دفاع بود. تخمینا ساعت 23 به وقت مسکو توسط تلویزیون پوتین را در ملاقات با رهبران شعبه‌های امنیتیش از جمله شویگو نشان دادند، اما پوتین درباره تغییرات کادری در وزارت دفاع چیزی نگفت.